به به، کنار یه خانم آرتیست، دوست باحال، بهنوش بختیاری. قربونت برم الهی، لطف شماست. امیدوارم همیشه موفق و پایدار باشی. بهنوش عزیز، نظر درباره خانم‌های دهه 50 و 60 چیه؟ ماشاءالله مثل خودت انقدر باحال، خوش تیپ. فدا خانمای همه خانم‌ها خیلی خوبن. دهه 50 60 به دلیل شرایط خاصی که داشتن اون موقع برای زندگی، بچه‌های سرسخت‌تر و صبورتری هستن. و اینکه نظر درباره مردایی که خیانت میکنن به پارتنر یا همسرشون چیه؟ خیانت برای زن چه برای مرد اصلا توجیه نداره. هر کسی که میخواد خیانت بکنه و بهانه میاره، شما بدونید که اون آدم یک آدم مریض، عقده‌ای و مشکل داره. خیانت توجیه نداره. امیدوارم که امسال سال خوبی داشته باشی. زنده باشین، قربونت برم. بعضی قضاوت میگن قضاوت نکنید، ولی من در مورد خیانت تنها چیزی که در زندگی میتونم به راحتی قضاوتش میکنم، اگر نمیتونی با کسی بسازی بذارش کنار و خیلی محترمانه ازش خداحافظی کن. خیانت نکن. خیانت یعنی تو زاپاس بمون، برم چرخامو بزنم ببینم از تو بهتر پیدا میشه یا نه. اگه نبود که برمیگردم پیشت، اگه بود خداحافظ شما. این مردونه نیست. خیلی ممنون یا علی.